بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان شاء الله من چند سوالی که شما کرده بودید ان شاء الله همون سوالا را مختصرا برای شما جواب میگم با یاری خداوند مهربان. خب یکمش اولا ان شاء الله از بارگاه خداوند مهربان طلب میکنم که این مسئله را خداوند محبت این مسئله را در دل مردم ما جای کند و این مسئله هایی که امروز این جوانان برای ما دادن خدا برکتشون دهد. داغی روز است امروز در تاجیکستان ما خیلی ضرور است که این کارا را باید مردم خوب فکر بکنن، خصوصا جوانان فکر کرده این را باید قبول بکنن و در عملشان استفاده برند. یکم سوالی که جوانان برای من ارسال کرده بودند درباره مست کشیدن در بالای جرأت، یعنی آیا در شریعت قانون اسلام یعنی آیا درست است که چیکار بکنن در بالای جرأت مست کشیدن درست است یا نیست؟ من ان شاء الله برای بیاری خداوند مهربان این مسئله را برای شما جواب میگم از چند فتوا. این فتوایی که در دست من است فقه معاصر یوسف قرضاوی، یکی از الحمدلله علمایی که امروز هم در مملکت عرب در تمام دنیا ایره اعتراف میکنن، عالم الحمدلله حیات هستند، عالمی که همچون ایره امسال هم که من در ماه مبارک رمضان در مکه و مدینه بودم خیلی مردم به فخر میکرد. این صاحب این کتاب یوسف قرضاوی است، خدا رحمتش بکند. حاضر در بعض مملکت ها یعنی مجتهدی عصر او را خواندن، با وجود همین قدر عالمی کلان این در همین مسئله چیکار کرده است خیلی جواب گفته است. ان شاء الله با خداوند من این را برای شما چیکار میکنم ان شاء الله اینم جواب میگم. لکن قوم عزیز من پیش از امیر خواندن که شما بفهمید که چقدر شریعت ما شریعت زیبا است. من در یک چی حیران هستم که امروز همین ملاهایی که بعضش بسیار دغلانه یک کتاب نگه نکرده، یعنی یک جا را میبینن دیگر جا را نظر نکرده فکر میکنن که ما فهمیدیم دیگران نفهمیدن، یا که بعضش کتاب مینویسن فرق ندارد که از خارج هم آمده باشه کتاباشون این زید حدیث پیغمبر خدا مینویسن که در جرأت مسلکش فقط جواب میگفته باشند، یا که همین ملاهای تاجیک که امروز بعدش از منبرای جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که نه مسلکش این مسلکش نادرست است، بعد حتی زبانش میبرامد است که خب اگر کسی در بالای جرأت مست بکشد از قفاش نماز نخوان نماز نمیشد، این از کجا دروغ میگفته باشد؟ شریعت ما جوانان عزیز شریعت ما شریعت مشکل نیست، شریعت ما سختگیر نیست. همچنانه که یوسف قرضاوی خب چی میگه؟ اول جواب از یوسف قرضاوی کتابش صفحهش کتی میگم 292 خب فقه معاصر یک باب درباره مست بر بالای جرأت. سوال: آیا مست بر بالای جرأت جایز است یا نه؟ جواب: مست بر بالای جرأت اگر آن را بعد از طهارت کامل پوشیده باشد جایز است. جوانان عزیز ما با میگم که این مسئله ها را ما به خاطر تیار کردم از 4 مذهب که شما جوانان عزیز اکثر جوانان در کجا کار میکنن؟ در بازارها کار میکنن، در هر جای کار میکنن، شرایط آب گرم ندارن، یا که آب گرم هم باشه در کوچه برآوردن است که برای ما مشکل میشه. خب با شستن با پوشیدن نمی در پاش میماند خنک میزند. ما یک چی به فکر میکنم که همین ملاهایی که میگن که نه جوانان یعنی مردم مست کشد، اونا در پیش بیواش و خواب هستن، اونا در بازار نیستن، اونا را همون کسی که من میکنه برای کجا بازار برای 1-2 ساعت در بازار چوب بیسد، بعد میگه نه شما اومد طهارت نکنید، شما تیمم کردن نماز بخونید. برای این سبب خواهش میکنم که تاجیکستان ما این ملاهای خوب دارن ان شاء الله و گمان نبرن که ای هر جا به خودشان چیکار بکنن هر جایز نیست. ان شاء الله برای خداوند ما ان شاء الله در همین مجلس برای شما از چند فتوا هم حدیث جناب رسول اکرم هم قولای مجتهد هم مفتی های مکه هم مدینه را ان شاء الله برای شما. امروز یک چیز حیران هستم، مفتی های مکه مدینه عرب هستند، حدیث صحیح رو بیان میدونن، حدیث ضعیف رو بیان میدونن، حدیث مرسل رو بیان میدونن،
امروز بعد با فتواهای فارسی در نوشتن که در بالای جوراب مست درست نیست. از کجا میگی؟ با شرط میمونن. یعنی نکته باشه که اقدر همش دروغ است. همین در حدیث پیغمبر گرامی اسلام یگان شرط نامده است. خب یوسف قرضاوی میگوید مست بر بالای جوراب اگر آن را بعد از وضوء کامل پوشیده باشد جایز است، اما هر وقت طهارت او باطل شود بخواهد دوباره طهارت بگیرد به جای شستن پا میتواند بر روی همان جوراب مست کند. این نوع مست کردن پای ها برای کسی که مقیم است به مدت 24 ساعت و برای مسافر تا 3 روز جایز است. این کار بخصوص مسکن جوانان عزیز، این کار بخصوص در روزهای سرد زمستان که هوا بسیار سرد است. من همین فتوا را وقتی نظر میکنم بعد مکه و مدینه را باید میارم دولت عرب است اوجا شاید که 1 گرادوس خونه کم نشود. ای مردم های عزیز، قوم های عزیز، مردمی زیبای تاجستان ما، در تاجستان ما 20 گرادوس خنک است. این بعضی با بفکر میگه که پاک بشو نستیات برار میموری هم بکن. رنگ همه صحابه که در سفر برا آمده بودن با همراه پیغمبر گرامی وقت پیغمبر خدا را روشن کرده بود ما خطاب به همه مسلمانان میگوییم اسلام دین آسانگیری است و هیچ گونه سختی و دشواری در آن نیست. خداوند متعال مشقت و دشواری را از این امت برداشته و در هیچ یکی از تکالیف دینی قطعا دشواری و سختی را برای امت روا نداشته است. خلاصه آنچه باید این سوال کننده عزیز را بگویم این است: هر کسی وضو بگیرد پس از گرفتن وضو جوراب بپوشد وضوی او باطل شود و بخواهد درباره وضو بگیرد دوباره وضو بگیرد میتواند در صورتی که مقیم باشد مدت 24 ساعت به جای شستن پاها روی همان جوراب مست کند و در صورتی که مسافر باشد مدت 3 شبانه روز میتواند روی همان جوراب مست کند که این بخشش از سوی خداوند متعال است و با وسیله آن بر بندگانش آسان گرفته و دشواری را از آنان برداشته است. این گفته کی بود؟ یوسف قرضاوی. خب دویم فتوایی که امروز زاد المعاد ابن قیم جوزی امام محدث مفسر فقیه در فتواش زاد المعاد می نویسد. من مختصرا برای شما میخونم. خب در صفحه قدیم میگم در صفحه 72 و مسح علی الجربین و نعلین در حدیث های صحیح پیغمبر گرامی اسلام این در باب مسح خفین یعنی و مسح علی الجربین و نعلین جناب سرور عالم در بالای جوراباش و نعلین چکار کرده است؟ مس کشیده است. این ابن قیم جوزی. خب فتوای شرعی در مسائل عصری از فتوای علمای بلد حرام، فتوای هم مکه مفتی های مدینه در صفحه 634 سوال: ما حکم المسح علی الجوارح اذا کان بها ثقوب؟ اگر به شرطی که نسکیای جورابایی که اگر سوراخی داشته باشد آیا مس کشیدن درست است یا نیست؟ اگر در تاجستان ما بعضی ملاحظ الحمدلله العالمین ملاحظ خوب است که اینا طرفداری میکنن که باید جوانان بکشن، مردم یعنی بکشن، هیچ باکی نداره، پیغمبر خدا کرده است، خب بزرگان کردن، لکن بعضش قائل هستن که نسکیای غوث باشد بودن. لکن الحمدلله العالمین این فتوا چی میگه؟ مفتی های مکه و مدینه الحمدلله وحده و الصلاة و السلام علی رسوله و آله و صحبه و بعد یجوز المسح علیها فی وضوء بدلا من غسل رجلین. میگه مردم مسلمان دنیا جایز میشود مس بر بالای جوراب ها در طهارت بدل از شستن پاچه ها اذا کان لبسهما علی طهارتین ما لم تتصل ثقوب، یعنی وقتی که بر طهارت پوشیده باشد مادامی که سوراخیاش کلان نباشد و مادامی که تنکی نباشد که پوستی پا را دیده شود. یعنی چولکی از کو چولکی یعنی پوستی پا میتواند در وی مس کشیدن ممکن نیست. در این نسکیهای زمستانه به پروا جوان عزیز مس بکشید. فتوای بلد حرام صفحه 634. خب در باره فتوای امام اعظم رحمت الله علیه، امام اعظم رحمت الله علیه چیکار کرد؟
خب فتوی قدیر، فتوی قدیر یکی از فتواهای حنفی مذهب، فتوای حنفی مذهب. خب که هدایه شریف چکار کرده است؟ شرح دادگی است. این چی میگه؟ جوانان عزیز، صفحه 159. خب و عنه متن هدایه و عنه انه رجع الى قولهما و علیه فتوا. از امام اعظم رحمت الله علیه 3 روز پیش از وفاتش به سوی قول یاران، قول حضرت امام ابو یوسف امام محمد برگشته، فتوا داد که ای مردم، کسی که پیرو من است در باره جورابو مست کشد. خب تخریجش کرد. فتوی قدیر هم گفته است، فتوی قدیر انه علیه الصلاة و سلام توضع و مسح علی الجوربین و نعلین. فتوی قدیر هدایه را شرح دادگی. ابن الهمام پیغمبر گرامی اسلام در بالای نسکش چیکار کرد؟ مست کشیدن. در تخریج چی میگه؟ و قال ترمذی حسن صحیح، حدیث صحیح. و به یقول ثوری و ابن المبارک و شافعی و احمد و عیسی قالوا یمسح علی الجوربین. خب یمسح علی الجوربین، مست کشیده میشود بر بالای جوربین. و این لم تکن نعلین اذا کان سخینن، یعنی خودشون نابسته بستن. همین است که ما شما میپوشیم نابسته به کسره میبندیم، این هم خودشون چی هستن؟ درست میشوند. در دوامش میگه، در دوامش میگه که سمعت صالح ابن محمد ترمذی، امام ترمذی را شنیدم. چی میگه؟ سمعت ابو مقاتل سمرقندی، ابو مقاتل سمرقندی را شنیدم که یقول میگه دخلت على ابي حنیفه فی مرضه الذي مات فيه. زیارت حضرت امام اعظم رحمت الله علیه رفتیم. امروز در تاجستان ما همه مردم تاجی میگه که ما حنفی مذهبیم، اکثرش دروغ میگه. امام اعظم رحمت الله علیه ها وسوده بیچاره گفاشو ما ها 1000 کیلومتر رسیم، نه در عقیدهش راستیم نه در گفتهاش. خدا روز نکند بعضی ملاهای ایشونای امروزه ما خدا روز نکنه نعوذ بالله. امام اعظم خداوند اگر زنده بگرداند گپچه نمیگیرن، میگه حضرت عقیده پیشتر دیگه بود، حاجی عقیدت گشت است. اینا میخوان که امام اعظم از قفای آب برود. دخلت علی ابی حنیفه فی مرضه، در آمدم من بر امام اعظم در کسله که مات فیه، در همون بندگی کرد. فدعا بماء، گفت آب بیارید. و توضع، طهارت کرد. و علیه جوربان، در پاش 2 جورب بود. فمسح علیهما، بر بالای جورب مس کشید. جوانان از امام اعظم مس کشید، این من نیستم، او مردی بزرگ که در عراق خواب است. فمسح علیهما ثم قال فعلت اليوم شیئا، کردم من امروز کاری را که لم اکن فعلته، پیشتر این کار من نمی‌کردم. من الحمدلله حیران هستم در مردمانی که میگن که نکنه درست نیست. چرا ما امامان را شرمنده میکنیم؟ فقط در پیش پیغمبر خدا رسول اکرم رو که من حدیث گفتم، امام اعظم رحمت الله علیه است که اذا صح الحدیث فهو مذهبی، شما حدیث صحیح یافتید عمل بود اون مذهبی من است. چرا امروز بعضی ها ما حضرت امام اعظم بدنام میکنیم؟ نه حدیث نگرفته است، دروغ میگیم. کسی که نمیکند حضرت امام اعظم تهمت نکند. در همین فتوا هم هدایه، هم فتوی قدیر، هم بنایه، هم عنایه، تمامش فتوا داده هستند. این یک تا بحر رایق یک از فتوای حنفی مذهب. اینش هم میگه که صحیفش 318 و انه رجع الى قولهما و علیه فتوا. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه از قولش برگشته، بر قولی که فتوا داده است، بر قول یاران فتوا داده است، در بالای جوراباش مس کشیده است. اینم سخن همو را ترجیح داده است. خب این اللباب فی شرح الکتاب، لباب یم فتوای حنفی مذهب، صفحه 42 گفت است که مس یک باب داره با در بالای مس در بالای جورابین. لباب وادی افسوس که بعضی ملای ما بیچاره لباب و لباب میفهمند.
بعدش اومد کتاب نداره بشوره نه نکشید ممکنه او برایش ممکنه نه من گفتم داخل وای کی گفتم دیگه اکبر بکنی تو نه برادران امروز وقتی خیلی است که من گفتم خیلی بابی من گفت ما میگه اون نمیشه کتاب برای این سبب اینم چی میگه اینم میگه که یجوز المسأله و جربین خب و علیه فتوا هدایه با بیچاره ای هدایه با روایت کرده است لباب از هدایه روایت کرده است من عبارهش بخونم خیلی تا روز مگم ما و شما بشینیم بدای صناعی فتوای حنفی مذهب من برای شما اگر می آوردم از خانه در 25 فتوا می آوردم برای جایزی در مذهب امام اعظم در بالای جورب مس کشیدن نه که ما فتوای بهتر شد یعنی بدای صناعی فتوا کبیر رد المحتار صحیفه شم میگم صفحه با خط کشیدم با خط سرخ صفحه 501 و انه رجع الیه و علیه فتوا کذا فی الهدایه و اکثر الکتب صاحب رد المحتار میگه که در بالای جرم مس کشیدن درست است حضرت امام اعظم از قولش برگشتند این چیز در هدایه و اکثر کتبی حنفی مذهبا فتوا بر همین قول است خب رد المحتار بدای صناعی صفحه 16 توضع و مسئله جربای پیغمبر خدا خب ایشم هم میاد و روی عن ابی حنیفه انه رجع الى قولهما في آخر عمره وذلك انه مسأله جربيه في مرض ثم قال لعواده فعلت ما كنت امنع الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه علماء هذه بعد نعوذ بالله بنام خودش ملا میگه موعظه شوخی کرده بود شریعت جای شوخی دارد از ادبای محبت نه شوخی بر نمیدارد جوانان عزیز امروز الحمدلله رب العالمین جوانای ما هوشیار هستند هر خیلی که دروغ باور نمیکنند برایش خدا برکتون تیاد خب کتابی مبسوط امام محمد شمس‌الدین سرخسی ظاهر روایت صحیفش صفحه 102 و حكي أن أبو حنيفة رحمه الله تعالى في مرضه مسأل جوربيه ثم قال لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فتوی امام سرخسی مبسوط ظاهری روایت از حضرت امام اعظم سخناش امام سرخسی حنفی مذهب است همین فتوای گفتم همش فتوای حنفی است فتوای اختیار لتعلیل مختار اختیار صفحه 38 فتوای امام سرخسی مبسوط ظاهری روایت از حضرت امام اعظم سخناش امام سرخسی حنفی مذهب است همین فتوای گفتم همش فتوای حنفی است فتوای اختیار لتعلیل مختار اختیار صفحه 38 جواز خب لما روی عن النبی و یجوز علی الجاربین لما روی عن النبی صلی الله علیه وسلم انه مسح علی الجاربین و حدیث تخریج دارد چهارمش اخرج ابو داود فی طهارت و روی ذلك عن عشرة من الصحابه 10 صحابه را روایت کردند و کان ابو حنیفه رحمه الله اولا یقول حضرت امام اعظم اول چی میگفت لا يجوز الا ان يكون منعلين لانه لا يقطع فيهما مسافه ثم رجع الى ما ذكرنا وعليه فتوى از قولش گشت و فتوا داده که بکشید خب فتوا اختیار خب جوانان عزیز خدا برکتتون بیاد این مسئله ها را من درباره چی گفتم درباره مسئله جوره من میتونم که برای شما همین خیلی فتوا تا 20 تا زیادتر فتوا بیارم لکن ان شاء الله من برای شما همین قدر فتواهای یعنی معتمدی مذهب امام اعظم رحمت الله علیه آوردم که شما یعنی هوشیار شدید بفهمید دوی مسئله درباره چی بود خب دوی مسئله درباره جمع کردن دو نماز در سفر
مسئله که شما دویمش ارسال کردید جوانم عزیز، ارسال کردن در چی؟ یعنی جمع کردن نماز در چی بوده است؟ در سفر. آیا جایز است یا نیست؟ در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه. خب فقه معاصر یوسف قرضاوی در صفحه 326 حاضر شاید که حاضر بعضی مردم بگوید که این داملا فتواش از چی گفته است؟ از دیگه مذهب گفته است. انشاءالله از مذهب امام اعظم برای شما میگم. من اول یارا میخونم که یوسف قرضاوی چی گفته است. سوال: آیا جمع میان نماز ظهر و عصر به خاطر حضور در جشن یا مراسمی که از ظهر تا مغرب ادامه دارد جایز است؟ خدا رحمتت کنه قرضاوی. در تاجیکستان ما امروز باید ما ملاها خدمت خلق بکنیم. ملیساهایی که در رحم هستند برای ماشین، ای قوم عزیز، اگر همین گیا نباشد بعد تاجیک جیبدارش بالای مکسیمه دارش میبوید بچوره. همین هست خدمتی ما رو میکنن. برای این سبب بعضی انسان ها در چیکار میکنن؟ در قضای رحم هستند. بعضی دکترها جراحی دارن، اپراسیا دارن. بعضی ها از طلبهایی که در اینستیتوت میخوانند ساعتهای 12 میدراین، شام ده میبراین. یا چیکار کنن؟ خود اگر بیچاره ملایی که بیچاره تحقیق نداشته باشد میگه بچم قضایی بخون. لیکن نه، من چی میگم الحمدلله؟ میگم نمازات رو جمع کن بچم. اگر به شرطی که ساعتهای 10 تا کم یک دکتر باید درس بدروی، همونجا هم پیشین تو هم عصر تو جمع کن، بدرو مکتب تو شام بخون، با برا خونات که آمدی شام قطیختن جمع کن. شریعت ما پیغمبر گرامی اسلام چی میگه؟ یسیرو ولا تعسیرو. ای امتی من شما آسان بگیره سخت نگیره. چی میگه؟ جواب: فقهای حنابلة جمع میان نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا در بعض موارد به خاطر عذر خب موجه، یعنی موجه برای زن خب و مرد مسلمان اجازه دادند و آن تسهیل و آسانگیری خب عظیم نسبت به مسلمانان است. در حدیث وارد شده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم جز در هنگام مسافرت و بارش باران نیز گاه نمازها را به صورت جمع ادا می نمودند. خب از ابن عباس سوال شد که منظور پیامبر صلی الله علیه وسلم از این کار چی بود است؟ و جواب داد: آن حضرت خواستند که امت را در تنگنا یعنی تنگنا قرار ندهند. این حدیث در صحیح مسلم آمده است. در حدیث امام مسلم آمده است که پیغمبر گرامی اسلام حتی امروز ما در خانه نه، در دوشنبه نه، در سفر جمع کنیم. پیغمبر خدا صلوات الله علیه مدینه منوره باران بود، صحابه را هم کرد که جمع صلاته بکنید. برای این سبب دوامش هرگاه در بعضی مواقع انسان برای ادای هر یک از نمازهای پنجگانه در وقت خودش با مشکل و سختی روبرو شود، رخصت جمع آنها را دارد به شرط اینکه آن را عادت و روش همیشگی خود نسازد. یعنی جمع کند و همیشه نه، همون حالتهایی که ضرورت داریم. یعنی در فاصله 2 یا 3 یا چند روز این کار ادامه پیدا نکند. مثلا شخص بخواهد مرتبا در یک کلام، در یک کلاس یا سمینار یا مناسبت های مانند آن که خب زمانشان به هم نزدیک است شرکت کند، بنابر این جواز جمع میان 2 نماز خب بندرد و گاه به گاه و فقط برای رفع سختی و مشقت است که انسان موقتا با آن روبرو میگردد. برای مثال پلیس، راهنمایی، خب رانندگی در مواقعی که قبل از مغرب تا بعد از عشا مواظبت، یعنی سر پست یعنی خود باشد، پاس خودش باشد. مریضایی که در پاس میستن سوی نده، اونا پیش از هم پاس رفتن میدونن که من آماده نمیتونم. یا که دکترایی که در جراحی میدراین اونها نمازخوان هستن، میگه قضا میشد. ان همینا چیکار میکنن؟ همینا جمع کرده میتوانند. امروز من انشاءالله باید خدا میگم که جوانانی که در مکتبای عالی میخوانند، یعنی از مکتبشون نگریزن، از درسون نگریزن، پیشین قطعی عصر نگه بکنن. اگر ساعتهای 10 تا کم یک وقت داشته باشن جمع کرده بدراین، بعد اگر بگن نه ساعتهای 4 باید براین، از مکتبشون از درسشون براید، در ساعت 4 چیکار بکنن؟ جمع بکنن. برای این خدا برکتون دید. من مراجعت میکنم انشاءالله به خداوند، این ما جواب میگم هم در اینجا هم در پیشگاه خدا. فقط از من این فرصت چی دلیل دارید؟
من انشاءالله برای همین سبب همین مردم مسلمان تاجیکستان انشاءالله در حق ما که دعا کنن بس است، به خاطر همین مردمی که در اینستا میخونن، یعنی دکترایی که مسلمان هستن جراحی میکنن، یا که در پاستا میستن، یا که مردمی که کار دارد، یا مردمی که مجلس دارد، اون مقصد کرام وقتی نماز قضا میشد گفته ان همینا چیکار کنن؟ جمع درست است که جمع صلاتین بکنن. این چون در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه مولانا عبدالله لکنوی همین در سفر جمع صلاتین هو الحق گفته جایز است. در فتوای حنفی مولانا عبدالله لکنوی هم همین را چیکار کرده است؟ حق گفته است. برای این سبب جوانان عزیز خدا برکتون دهد، ما و شما قصد 90 کیلومتر که ما و شما از خانه هامان که بیرون قصد کردیم، ما میتوانیم که نماز عصر قطع پیشین یا عصر قطع پیشین در وقت پیشین بگذاریم، یا که عصر پیشین در وقت عصر بخونیم. هم جمع تأخیر هم جمع تقدیم درست می شود. طریق خواندنش از آن قامت میگی پیشین هم میخونی، با قامت میگی چرا میخونی؟ عصر میخونی. یک اذان دو قامت. بله بله. مسئله سوم درباره دعای دست جمعی. جوانان عزیز این ما برای شما گفته بودم، درباره این مسئله رو با جوانان فرستادیم. باز میگم محمود الفتوا درباره دست جمعی سوال، دعای دست جمعی امام و مقتدی ها بعد از نمازهای سنت و نفل جایز است یا نه؟ جواب بعد از نوافل و سنن ها دعا با صدای بلند و دست جمعی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. اگر دست جمعی دعا شود بدعت است. امام غزالی رحمت الله علیه در یکی از کتابها دیده بودم که میگو که الصفات المقتضیه للعن، صفاتی که تقاضا میکنه در سر انسان لعنت 3 چیز است. یکمش الکفر، کافر شدن. دویمش والبدعت، کسی که بدعت اختراع میکند. سومش والفسق، کسی فاسقی میکند. 3 چیز خداوند سببی همین کارا لعنت کردن خداوند همین انسان نوشته است. دویمش یکمش کفر، بعد کفر بدعت ماندن. ای جوانان عزیز ملاهای تاجیکستان خدا برکتون دهد، از بدعت بپرهیزیم که عاقبت بدعت چی است؟ بسیار نعوذ بالله تا شرک میبرد. بعضی در تاجیکستان ما بعضی ملای برآمده است ماشین بدعت سوار نشه ممکن است. با یه روز میبینیش در ماشین رفتیست میکروفون بدعت با خودت بدعتی تو خودت بدعتی قطعی همه اهل بیت است. قانون اسلام قرآن عظیم شان حدیث پیغمبر خدا موافق هر روز پیشرفت میکند، در هر لحظه دلالت میکند. قرآن کهنه نمیشد، سخن پیغمبر خدا تا آخر دنیا کهنه نمیشد، هر روز نو بنا میشود. او کسی که ماشین و میکروفون و بدعت میگد خودش بدعت است. صفحه ماشین شود آج بیوش کسر شود در بالیسه ببین در پیش ماشین شده بالی ایوان از صفحه ماشین شود پیاده بیاید. خب برای این سبب خدا برکت دیان کرد. این مسئله خب از فتوای حنفی جوابتون گفتم. یکی از مسئله های دیگر 4 مسئله درباره کتف را با کتف چسبانیدن و بجلک پا را با بجلک چسبانیدن. 4 مسئله. خب انشاءالله باید خداوند از فتح القدیر صفحه انشاءالله باید خداوند صفحه 370 حدیثی خدا رحمتش کنه ابن الهمام خودش محدث بودن، حدیث امام بخاری وارد میکنن. او یک برادر وقتی که من در جا پرسید که حضرت دامنا شما از کجا همین دلیلتون میگید، من گفتم که از فتح القدیر فلان بابا بینید همونجا هست حدیث صحیح بخاری است. او برای من قصه میخواند، یک قصه از کدام کس برای ای برادر من برای تو حدیث خواندم تو برای من قصه خواندی. فرق کنه جوان عزیز، حدیثی است و قصه از فلانی عالم شه. همه علما را جمع کن یک ناخون صحابی نمیشد. پیغمبر خدا بیسته در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه
علما دو گروه شدن، متقدمین و متأخرین. متقدمین میگن که حدیث مشهور کسی این کار کافر میشه، لکن متأخرین حدیث صحیح این کار کافر میشه. فتواش در خونم هست، روز میارم گفتم وزبیشی. برای این سبب صفحه 370 ففي صحيح ابن خزيمة عن البراء بين صدور القوم ومناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وروى الطبراني من حديث علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم استووا تستوي قلوبكم وتماسوا تراحموا. وروى مسلم واصحاب السنن الا الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها. قالوا وكيف تصف الملائكه عند ربها؟ چگونه ملائکه صف میکشند؟ يتمون الصفوف الاول فالاول ويتراصون في الصف. وفي روايه للبخاري فكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. با تخریجش یعنی با 4 تخریج دارد. چی میگه؟ خب صحیح اخرج البخاری عن انس قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اقیموا الصفوف فإني اراكم من وراء ظهري وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. ما سخنهای پیغمبر وقتی که میشدیم ما کیت با کیت بجلک در بجلک میچسباندیم. بعضی ها سرچی فتح القدیر شود. فتح القدیر در حدیث صحیح آورد. برای این سبب خدا برکتون بیاد. انشاءالله بیاری خداوند حقیقت رو میزند. پنجم سوالی آخرانش مختصرا گفته است اما درباره شما انشاءالله بیاری خداوند فقط این مسئله رو ما به خاطر الله ما و شما در اجر بتید. انشاءالله هر یک نفس که شما در اینجا میشینید خداوند اجر میتید. خداوند فخر میکند با شما که ملائکه را میگه که ببین بنده های مرا به خاطر یک مسئله که امروز در تایسان خنک است برف است برای مسیح جوروین مردم غمی مردم میخورند. سوال پنجم درباره خضر علیه السلام بعضی مردمان میگویند که زنده است. شریعت اسلام چی میگوید؟ خیر تاجیستان ما در خضر پرستا بسیارند. یک روز کجای معرکه میرفتم سر سفید در بدن لباسای سفید یک از دویده آمده انگوشتی مرا میماند. او شافیر گفت که این خیزر نیست یک همین انسان هایی تو حاضر مردم ما شما جوانان عزیز شما فراموش نکنید بعد از پیغمبران بهترین شخص ابوبکر صدیق است. بعد از پیغمبران بهترین شخص ابوبکر صدیق است. همه دیگر مردم دنیا رو جمع کن با ابوبکر برابر شدن نمیتونند. پسترین امت جناب رسول اکرم از دیگه اومده بالاست. پسترین امت پیغمبر خدا یکایی که شما از تمام کده بالاستند. پسترین امت امروزا مردم ها برد زیارت میرن. پسترین امت پیغمبر ای برد قبش بالاست. خدا برکتون قوم عزیز قدرتان بدانید. خدا را پس نذارید. درباره خضر سوال خضر کیست؟ آیا نبی است یا ولی؟ آیا همان طوری که بسیاری از مردم میگویند ایشان تا کنون زنده‌اند و بعضی از مردان صالح ایشان را دیدند و با آن ملاقات نمودند اگر اکنون زنده‌اند در کجا اقامت دارند؟ چرا ظاهر نمیگردند تا مردم از علم ایشان بخصوص در این زمان بهره‌مند گردند؟ لطفاً در این مورد توضیحات که لازم را بیان فرمایید. جواب خضر همان بنده صالح است که خداوند در سوره کهف از او یاد کرده حضرت موسی علیه السلام با وی رفیق و همسفر شد و از وی علم و دانش آموخت. خضر با موسی علیه السلام شرط کرد در مردکاری هایی که انجام میدهند صبر پیشه کند. حضرت موسی علیه السلام پذیرفت. خضر با او گفت چگونه میتوانی بر چیزی که به شناخت آن احاطه نداری صبر کنی؟ یعنی قصه اولی بود. حضرت موسی علیه السلام در یک معرکه موعظه میکرد. یکی از بنی خیز گفت موسی علیه السلام از تو در عالمتر کسی هست؟
گفت که نیست، خطا کرد، لغزید. باید بگم الله اعلم، الله عالم است. خدا برای پیش خضر دست بگیر. با وجود که حضرت موسی علیه السلام خیلی مرتبهش از خضر بالاست، از پیغمبران اولوالعزم هستند. 5 پیغمبر اولوالعزم: نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. لکن اگر انسان که تکبر شد، با شما حضرت موسی علیه السلام پیغمبر بود و تکبر نکرد، یکی از زبانش برآمد، شاید تو ملک بود تنز یک شهر. لکن همین در کسی تکبر شد، خدا پسش میکند. پیش آدم هیچی نیست، میره پیش محتاج عمود میکند. برای تکبر کاری خوب نیست قوم عزیز. حضرت موسی علیه السلام، خضر با موسی علیه السلام شرط کرد. خب حضرت موسی علیه السلام پذیرفت. خضر با او گفت چگونه میتوانی بر چیزی که با شناخت آن احاطه نداری صبر کنی؟ موسی علیه السلام با این عبد صالح که خداوند با او رحمت عطا فرموده و از جانب خود با 2 دانش آموخته بود، همسفر شد، با هم به راه افتادند تا وقتی که سوار کشتی شدند. عبد صالح آن را سوراخ کرد. موسی گفت آیا کشتی را سوراخ کردی تا سرنشینانش را غرق کنی؟ تا آخری آن داستان که خداوند در سوره کهف آورده است. موسی علیه السلام از رفتار و کردار او به شگفت آمد، به غضب آمد، تا اینکه از ایشان اسباب و علل این کارها را جویا شد. خضر در پایان بحث و گفتگو گفت من این کارها را خود سرانه انجام ندادم. این از تعبیر آنچه نتوانستی بر آن شکیبا باشی، یعنی من این کارها را مطابق رأی خود انجام ندادم، بلکه بنا به دستور خداوند متعال انجام دادم. درباره زندگی خضر بعضی از مردم میگویند ایشان بعد از موسی تا زمان عیسی تا عصر محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبی انبیا صلوات الله علیه و سلام علیهم اجمعین همچنان میزیسته و اکنون نیز زنده است و تا روز قیامت زنده خواهد بود. داستانها و روایات و مطالب پیرامون ایشان ساخته و پرداخته شده است، از قبیل اینکه با فلانی ملاقات کرده، فلانی را خرقه پوشانیده و یا با فلانی عهد و پیمان بسته است و بسیاری از داستانها و اخبار ساخته و پرداخته شده که فاقد دلیل و وحیانی و برهان شرعی است. یعنی مقصد کلام بسیار دلیل هستند که یگانش دلیل اصلی ندارند. هیچ گونه دلیل وجود ندارد بر اینکه خضر هم اکنون چنان که بعضی گمان میبرند زنده و حی باشد. یگان دلیل وجود ندارد که تا حاضر خضر چه باشد؟ زنده و حیات باشد. بلکه برعکس دلایل از قرآن و سنت و عقل و اجماع محققان امت را در اختیار داریم. مبنا بر اینکه خضر اکنون زنده نمی باشد، من در اینجا با آوردن قسمت‌های از کتاب منار المنیف فی الحدیث صحیح و ضعیف تعلیف محقق معروف ابن قیم اکتفا می نمایم. ابن قیم رحمت الله علیه در این کتاب ضوابط و قواعد را برای آشنایی با احادیث جعلی که مورد پذیرش دین نیست بیان می دارد. از جمله می گوید احادیثی که درباره خضر خب جاویدانگی او روایت شدند همگی دروغ و ساختگی هستند. یعنی احادیثی که در بین مردم تاجیکستان ما گفتند که خضر زنده است و فلان است، یگانش دلیل همش دروغ است. در ارتباط با زنده بودن خضر حتی یک حدیث صحیح در اختیار نداریم. از جمله احادیثی که روایت کردند گویا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در مسجد بودند و از پشت مسجد سخنان به گوش ایشان خورد و مردم به دنبال صدا رفتند و دیدند که صاحب آن صدا خضر است و نیز این حدیث که خضر و الیاس همه ساله با همدیگر ملاقات دارند و نیز این حدیثی که جبرئیل و میکائیل و خضر در مکان عرفات با یکدیگر ملاقات میکنند همچنین روایت دیگر حاکی است که از ابراهیم حربی پیرامون کهنسالی خضر و همیشه زنده بودن وی سوال شد. در پاسخ گفت این مطلب مسلما از القاءات شیطانی است که در میان مردم شایع شده است. از امام بخاری راجع به خضر و الیاس سوال شد که آیا آن دو زندند؟ ایشان جواب داد چگونه زندند، در حالی که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرموده است لا یبقى علی رأس 100 سنة ممن هو اليوم على ظهر الارض احد. تا 100 سال دیگر هیچ یکی از کسانی که امروزه زنده هستند بر روی کره زمین باقی نخواهد ماند. از پیشوایان دیگر اسلام که درباره حیات خضر سوال شد به این آیه قرآن استدلال نموده که و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم خالدون. پیش از تو برای هیچ بشر جاویدانگی در دنیا قرار ندادن مگر کسی زنده ماند که تو مانی.
وقتی که رسول اکرم که گذشته با کی زنده میموند دیگر؟ از شیخ الاسلام ابن تیمیه درباره جاویدانگی خضر سوال شد، در جواب گفت اگر خضر زنده بود بر او واجب شد که نزد پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بیاید و همراه ایشان به جهاد برود و با آموزش دین پردازد، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم روز جنگ بدر فرمود چی اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد فی الارض. پروردگارا اگر این گروه نابود گردد دیگر کسی باقی نخواهد ماند که تو را پرستش کند. آن گروه غازیان 313 تن بودند که اسامی آنان و اسامی پدران و قبایلشان نزد همگان معروف و مشهور بود. خضر در آن موقع کجا بود؟ خلاصه قرآن و سنت و اقوال محققان علمای امت جاویدان بودن خضر را چنان که مردم میگویند نفی میکنند. از تو برای هیچ بشر جاویدانگی در دنیا قرار ندادیم مگر کسی زنده ماند که تو مانی. وقتی که رسول اکرم که گذشته با کی زنده میموند دیگر؟ از شیخ الاسلام ابن تیمیه درباره جاویدانگی خضر سوال شد، در جواب گفت اگر خضر زنده بود بر او واجب شد که نزد پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بیاید و همراه ایشان به جهاد برود و با آموزش دین پردازد، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم روز جنگ بدر فرمود چی اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد فی الارض. پروردگارا اگر این گروه نابود گردد دیگر کسی باقی نخواهد ماند که تو را پرستش کند. آن گروه غازیان 313 تن بودند که اسامی آنان و اسامی پدران و قبایلشان نزد همگان معروف و مشهور بود. خضر در آن موقع کجا بود؟ خلاصه قرآن و سنت و اقوال محققان علمای امت جاویدان بودن خضر را چنان که مردم میگویند نفی میکنند. قرآن میفرماید و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم خالدون. اگر خضر بشر باشد جاویدان نخواهد بود، زیرا قرآن و سنت جاویدان ماندن انسان را نفی میکند. اگر خضر حی و حاضر میبود نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میآمد، چون پیامبر خدا میفرماید والله لو کان موسی حیا ما وسعه الا ان یتبعنی. قسم به خدا اگر موسی زنده میبود دلش تاب نمیگرفت تا اینکه یعنی پیروی من گردد. با این ترتیب اگر خضر پیامبر باشد از موسی علیه السلام افضل نیست، اگر ولی باشد از ابوبکر برتر نیست. در آخر چی میگوید؟ حکمت طولانی بودن عمر خضر چنان که مردم پندارند در دشت و بیابان و کوه چیست؟ یعنی بعضی مردم میگن که در بیابان و کوه میگردد. چی فایده و نفع از این ماجرا آیدی امت اسلام میگردد؟ چی فایده دارد که خضر در صحرا بگردد؟ امروز نمید که ما شما نصیحت کند بگوید که مردم تاجیکستان شما فرهنگتون رو گم کردید. کجا رفتید شما فرمه اروپایی میپوشید؟ مادرای تاجیک شما کدام لباس پوشیدید؟ یا نمیره عربا رو نصیحت کند که عربا شما پیروی کیش نیستید؟ خب برای این سبب چی فایده و نفع از این ماجرا آیدی امت اسلام میگردد؟ قطعا پشت پرده چنین قضیه هیچ گونه فایده شرعی و عقلی وجود ندارد. مردم پیوسته به دنبال خواب اسطوره و داستانهای عجیب و غریبند، از جانب خود با خیال پردازی تصاویری از آنها میسازند و بر آنها لباس دینی میپوشانند. این چنین اسطوره ها و داستان ها تخیلی از سوی ساده اندیشان و کم خردان ترویج می‌یابند و ایده آنها را جزئی از دین میپندارند، در حالی که هیچ مبنای دینی ندارند. حکایاتی که درباره خضر روایت میشود همگی ساختگی هستند و خداوند بر حقانیت آنها یعنی برهان فرو نفرستاده است. اما سوال دو درباره اینکه آیا خضر نبی است یا ولی، علمای اسلام در آن اختلاف دارند و ظاهر امر چنان نشان می‌دهد که پیامبر باشد، چنان که از آیه شریفه در سوره کهف چی میگوید؟ و ما فعلته عن امری برمی آید و این خود دلیل است بر اینکه خضر آن کارها را خودسازانه انجام نداده، بلکه به دستور خداوند از طریق وحی آنها را انجام داده است. بنابر این سخن درستتر این است که ایشان تنها ولی نیستند بلکه نبی هم می باشند، لیکن از دنیا گذشتگی هستند. خداوند همگی ما و شما را پروردگار در راه اهدینا الصراط المستقیم هدایت کند، ما و شما را پیروی حدیث صحیح و پیروی سخنان الله و در عقیده حضرت امام اعظم رحمت الله علیه استوار گرداند. دو سوالات باید همین مسئله باز روشن‌تر شود. حمد دهد بر خدای پاک را آنکه جان بخشید مشت خاک را، درود بی پایان و پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم. اینجا بسیار خوب قید کردید
در مسائل بدعت در بسیار مساجد تاجیکستان حاضر یک مثال عادی اگر نماز عصر در دوام 3-4 دقیقه اگر فرض نماز عصر خوانند از 10 تا 15 دقیقه فقط دعا میکنند. همین در باب دعا آیا بعد از فرض دعا کردن سنت است و از پیغمبر گرامی اسلام در این مسئله حدیث هست یا نه؟ بله. دویم سوال در باب کیف و پای و پای رسانیدن هر یک کاری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حکمت نبود. یگان حکمتی در این هست. بله خدا برکت کرد. درباره اینکه آیا بعد از فرض دعا کردن خوب است یا بعد از سنت؟ جوانان عزیز، بعد از فرض که خونده بشینید تسبیح بگید 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 34 الله اکبر و آیت الکرسی را بخوان، دعا بکن، خدا رو بخیز، سنت را بخوان. در مثلا امام اعظم رحمت الله علیه در فتوای ربی محترم میگه فرض در مسجد خواندی چند مقدار خونه دور باشد همون خیلی قضا نشود رفته سنت در خونه بخوان، خوب است. لکن اگر در همین جمع که مسجد خواندی بشین بعد فرض تسبیحات بگو، دعات هر کس خودش بکند. من برای تو دعا نمیکنم، من برای خودم دعا میکنم. خود دعا میدی مسجد طلب بکن. در اسلامی ما گفتم دست جمعی دعا بعد از نماز وجود ندارد. خود دعا میکنی از خداوند چیزی که تو میطلبند حتی از این رو طلب کن. لکن اگر کسی که اگر گفتی خب سنت میخونم بعد دعا میکنم ایشم هست، لکن با اوی که بعد از فرض است با این برابر نمیشه. لکن در باره دست جمعی که یک جای بعضی ها دعا میکنیم آمین گفتن یگان دلیل نداریم. دویمش این که آیا کیف را با کی چسباندن، پا را با پا چسباندن حکمت در چیست؟ جواب پیغمبر گرام اسلام میگه که شما صفاتان راست بکنید خداوند دلهای شما راست میگرداند. اگر شما صفاتان را کج بگیرید دلهای شما را خداوند کج میگرداند. برای این سبب که انشاءالله این محبتی که در مسجد ما از روی چی است؟ از روی صف راست بودگی است. بعضی در بعضی مسجد میری مستفید نمیموند که یک متر جا خوره اتوبیس میگه، برای که ملایماش کار نمیکنن. قوم عزیز این مسئله را من برای اون میگم که اگر خداوند از من میپرسد، خداوند جل و علا خواهد الله دعا که در حق همین مردم. آمین آمین. پروردگار جل و علا برای این معجزه را در نامه اعمال فاضل همچون حسنات نوشته گردانید. جمله مومن و مسلمانانی که در تاجیکستان عزیز زندگی میکنند استقامت میکنند از این معجزه استاد از این دید بهره‌مند گردند و ثابت این امر معروف آنها نیز پروردگارا بهره‌مند گردند و این ملاهای تاجیکستان پروردگارا بازم نسبت رعیت نسبت این خلق تاجیکستان بازم مهربانی هاشون را زیاده گردانی استقامت بسیارتر جستجو کنند و به مردم در این مسائل ظلم نشود. پروردگار همه ما را به مراد و مقصود اصلی برسانید. اللهم صل علی محمد و اصحابه و ازواجه و ذریاته و سلم برحمتک یا ارحم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم بله من امام محمد شما بیرا خود یک مردم اوکی تو خودم علی خودت اصلا کی کنده انتظاری که مکروه مکروه تحریمی میشه. تو تحریم اون زبانه میره شما میگی من رو میگی شما مادر رو میگی بعد از رسول اکرم ما میگیم السلام علی النبی میگیم السلام علیکم. بله بله بله.